مهمانان ارجمند، نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای سیاسی، حضار گرامی، به نخستین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران خوش آمدید. مهمانان گرامی، حضور شما در این کنفرانس به منزله حمایت و پشتیبانی شما از مبارزات مسالمت آمیز مردم رنج دیده ایران در کشور و باعث افتخار و مسرت ما در این کنفرانس است و جای بسی شادمانی بیشتر خواهد بود که در مسیر مبارزات از حضور، همکاری و یاری شما سروران گرامی بهره مند گردیم. امروز 18 نوامبر سال 2017 میلادی مصادف با 27 آبان ماه سال 1396 شمسی در شهر کلن آلمان با حضور و ائتلاف احزاب اپوزیسیون ایرانی متشکل است: جبهه دموکراتیک ایران، سازمان همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر، حزب دموکرات کردستان، حزب کومله کردستان ایران، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب مردم بلوچستان، جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد بختیاری لرستان، کوکیلویه و بویراحمد، سازمان سیاسی فرهنگی ترکمنصحرا و سازمان سیاسی فرهنگی آذربایجان. با این اتحاد شورای دموکراسی خواهان ایران تشکیل گردیده و امروز طی این کنفرانس موجودیت خود را رسما اعلام می نماید. به دنبال اتفاقات ناگوار اخیر در منطقه کردستان و زلزله ویرانگر در استان کرمانشاه، شورای دموکراسی خواهان ایران پیام تسلیت خود را تقدیم می نماید. هموطنان تسلیت. با کمال تأسف، زلزله ویرانگر اخیر موجب خسارت‌های جانی و مالی فراوان برای مردم رنج دیده غرب کشور شده است. این خسارت‌ها به ویژه در منطقه کردستان و در شهر کرمانشاه و روستاهای اطراف صدها قربانی و هزاران آسیب دیده به همراه داشته است. متاسفانه به دلیل سوء مدیریت در اداره کشور توسط جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تمام زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به شدت آسیب پذیر شده و در هر حادثه طبیعی زیانهای جبران ناپذیری بر مردم رنج دیده ما وارد می شود. نمونه چنین سوء مدیریتی را می توان در مجتمع مسکن مهر در کرمانشاه که با مسئولیت دولت گذشته به مردم منطقه واگذار شده مشاهده کنیم. در چنین شرایطی تمام آسیب‌های وارده به مردم ایران متوجه حکومت و دولت جمهوری اسلامی است که باید در مقابل جامعه پاسخگو باشند. شورای دموکراسی خواهان ایران ضمن اعلام تسلیت و همدردی با خانواده‌هایی که عزیزان و اعضای خود را از دست دادند به مردم سراسر ایران تسلیت گفته و امید بر آن دارد که این روزگاران تلخ هرچه زودتر به پایان برسد و فصل نوینی از زندگی اجتماعی بدون رنج و تبعیض بدون حکومت مخرب جمهوری اسلامی برای مردم ما آغاز گردد. شورای دموکراسی خواهان ایران. در ادامه برگزاری نخستین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران، توافقنامه بین احزاب و سازمان‌های حاضر توسط آقای خالد حسنپور از حزب دموکرات کردستان تقدیم حضور خواهد شد. تقاضامندیم به روی سن تشریف بیاورند. توافقنامه شورای دموکراسی خواهان ایران. نظام جمهوری اسلامی به دلیل ساختار سیاسی مذهبی و ماهیت اصلاح ناپذیرش پس از 38 سال حاکمیت مستبد و فرقه‌ای و اعمال تبعیضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی در جامعه و ماجراجویی‌هاش در سطح بین المللی کشور ایران را با ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های و
و بنبست در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشانده است. تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی گذر از نظام جمهوری اسلامی است که از طریق تفاهم و اتحاد نیروهای دموکرات سکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های تاریخی امروز جامعه ایران صورت می‌پذیرد. ایران یک کشوری کثیرالمله است که از ملیت‌های گوناگون همچون فارس، ترک، آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لور و غیره تشکیل شده است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونیشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است. بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان برای استقرار دموکراسی به مفهوم آزادی های دموکراتیک و برابری های حقوقی مدنی چه فردی و چه جمعی و به منظور جلوگیری از تکرار چرخه استبداد، جدایی تمام باورهای ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری و اسناب ناپذیر می باشد. ما امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا این دعوتنامه با باور به مبانی فوق و اصول و اقدامات مشترک ذیل خواهان ایجاد یک همبستگی بزرگ از اپوزیسیون دموکرات سکولار و در جبهه وسیع بر علیه استبداد دینی حاکم بر جامعه ایران هستیم. بدین وسیله از احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های باورمند به آزادی و دموکراسی در یک ایران متحد و کثرت‌گرا دعوت می‌کنیم که به ابراز نظر و اقدام مؤثر خود حول این مبانی و اصول به شکل گیری این همبستگی و اتحاد مسئولانه همراهی نمایند. 1. حمایت همه جانبه از جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی مدنی و سیاسی مردم کشور، اعم از جنبش‌های کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودک، جنبش زنان، جنبش برابری طلبانه حقوق ملیت‌ها و اقوام گوناگون ایران، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکل‌های سیاسی و مدنی و سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور. 2. گذر از نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر روش‌های مبارزاتی مسالمت آمیز و مقتضا دفاع مشروع با هدف استقرار حکومتی دموکراتیک و فدرال با توزیع قدرت سیاسی و منابع اقتصادی برابر بین ملیت‌های گوناگون ایران. 3. اعتقاد به آزادی‌های سیاسی، مدنی، عقاید و ادیان بر پایه منشور بین المللی حقوق بشر. 4. جدایی نهاد دین از حکومت و کلیه ارگان‌های دولتی. 5. اعتقاد به برابری حقوق زن و مرد و ارتقاء توانمندی زنان در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی. 6. تنظیم ساختار حقوقی دولت دموکراتیک فدرال توسط نیروهای سیاسی مشارکت کننده و تصویب نهایی آن توسط متخصصین در مجلس مؤسسان. 7. بکارگیری زبان فارسی به عنوان زبان مشترک سراسری و زبان ارتباطی بین حوزه‌های زبانی مختلف کشور در حین به رسمیت شناختن زبان ملیت‌ها در سطح کشور و در مناطق آنها. 8. حفظ یکپارچگی کشور ایران با پایبندی به اصول برابری و همزیستی مسالمت آمیز گروه‌های اتنیکی ایران. جبهه دموکراتیک ایران، جبهه متحد بلوچستان، جنبش همبستگی استمدیدگان اقدادخواه، حزب اتحاد بختیاری لرستان کهگیلو و بویراحمد، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب دموکرات کردستان، حزب کمله کردستان، حزب مردم بلوچستان، سازمان سیاسی فرهنگی آذربایجان، سازمان سیاسی فرهنگی ترکمن صحرا. قبل از هر چیز واقعا با توجه به این که
بیانیه‌های قطعنامه یا اون مبانی و اصولی که به زبان فارسی و انگلیسی خدمتتون خونده شد مطمئناً در جریان دقیق مسائل قرار گرفتید. به هر حال این دوستانی هم که از همون اعضایی هست، از همون احزاب و تشکلاتی هستند که اسامیشون برده شد، 10 تا از اونها اینجا تشریف دارند که در ارتباط با همون مبانی و اصولی که صحبت شد مطرح شد در رابطه با اون صحبت بکنیم. امروز واقعا یک روز تاریخیه، تاریخی به این مفهوم که ملیت‌های ایران، سرتاسر ایران، همه جای ایران که شامل بخش مرکزی ایران باشه و اونهایی که در اطراف هستند، در گوشه و کنار ایران هستند، متحدانه با همدیگه به این توافق رسیدند که ایران یک کشور کثیرالمله است. این از این لحاظ، از این جهت یک نقطه تاریخی است و به همین دلیل مهم هست که اون بخش از تشکلات مرکز که پیشگام این مسئله شدن، واقعا به نظر من جای وظیفه تاریخیشون رو انجام دادن، اما از سوی اپوزیسیون ایران و مخصوصا اپوزیسیونی که متعلق به ملیت‌های ایران هستند جای سپاس و قدردانی هست. به نظر من، البته این از به عنوان یک نظر شخصی الان دارم مطرح میکنم، با توجه به اهمیت این قضیه. بنابراین امیدوار هستیم که شورای دموکراسی خواهان ایران همچنان که از اسمش پیداست با همبستگی با همدیگه بتونیم در ایران با استقرار دموکراسی در ایران تبعیضاتی که در ایران حاکم هست، از تبعیضات جنسی بین زن و مرد بگیریم تا تبعیضات بین انواع گوناگون مردمان ساکن ایران، تبعیضات مختلفی که هست و در ارتباط با حقوق شهروندی و در ارتباط با برابری و عدالت دموکراسی رو بخوایم مطرح بکنیم، بتونیم موفق بشیم واقعا دموکراسی رو مستقر کنیم. من بیشتر ادامه نمیدم، اجازه بدید که خیلی مختصر فقط در چند کلمه معرفی کنم. از اونجا جناب دکتر صدرالاشرافی عزیز، من فکر کنم معرف حضور همه هستند، با توجه به اینکه مسئول سازمان فرهنگی سیاسی ترک آذربایجان هستند و مقالات بسیار زیادی نوشتند، این ور اونور همه جا دقیقاً در جریان هستید، مصاحبه‌های که تلویزیون داشتن. من فکر کنم همینقدر کافیه جناب دکتر صدرالاشرافی. اگر خواستید نکات دیگر اضافه کنید، حداقل در 20 ثانیه وقت خواهید داشت بیشتر معرفی کنید خودتون. جناب دکتر کریم عبدیان هم با توجه به اینکه یکی از فعالین از دوران کنفدراسیون دانشجویان کنفدراسیون ایران از اون زمان بودند و تا الان به این مبارزهشون برای دموکراسی ادامه دادن، واقعا دست مریضات باید بهشون گفت. هنوزم دارن ادامه میدن. فکر میکنم از 60 گذشتن، از 70 زنده باشن، از 40 گذشتن، واقعا زنده باشن. ایشون به عنوان یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل کنگره ملیت‌های ایران هم هستند. الان مسلماً مسئولیت‌های بسیار بیشتری رو خواهند داشت در ارتباط با این قضیه که الان مطرح شده، شورای دموکراسی خواهان ایران. جناب خالد عزیزی، رفیق بسیار گرامی بنده، فکر نمی‌کنم لازم است بگم، برایشون از اعضای شورای مرکزی حزب دموکرات کردستان و از گردانندگان حزب دموکرات کردستان هستند و معرف حضور همه. آقای ناصر ولیدی هم سخنگوی حزب مردم بلوچستان و در این حال با همکاری جناب دکتر کریم عبدیان عضو کمیته روابط بین الملل کنگره ملیت‌ها هستند و مسلماً تجربه‌ای با هم دیگه دارند و بدون شک از تجربه‌ای که هست در ارتباط با پیشبرد دموکراسی از این کانال، از کانال شورای دموکراسی خواهان ایران هم هرگز کوتاهی نخواهند کرد. دوستان دیگری هم داریم که حضور ندارند و مسلماً همه همکاری خواهند داشت. ایشون هم علاوه بر این که به هر حال مسئولیت‌های در ارتباط با کنگره ملیت‌ها و با حزب مردم بلوچستان دارند، به عنوان رئیس سازمان ملل یا سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده هم هستند. UNPO، احتمالاً بعضی شنیدین اسمشو، مسلماً اگه سرچ کنید می‌بینید UNPO کی هستند. به هر حال این امید هست که این جمعی که الان اینجا حضور دارند و جمع دیگه هم خواهند اومد از احزابی که عضو این شورای دموکراسی خواهان هستند،
با تمام نیرو در جهت استقرار دموکراسی، رفع تبعیضات گوناگون و نهادینه شدن دموکراسی در ایران موفق باشیم. اجازه بده دکتر صدر از شما شروع کنیم. در ارتباط با موضوعی قرار بود اینجا صحبت بشه، گفته شدن که اون نکات چی هستن. هر کدوم که خودتون از اون سرفصل ها، سر موضوع ها میخواید صحبت بفرمایید. من با اجازه در مورد طرح مبانی دموکراسی که همون الف بله. صحبت میکنم. در مورد دموکراسی ببینید، ما چرخو نمیخوایم دوباره اختراع بکنیم. دموکراسی محصول تمدن سرمایه‌داری صنعتیه که در مبارزه با اشرافیت نسبی شاهان و اشرافیت مذهبی در واقع آزادی و برابری رو مطرح کرد. البته این کشورهای غربی که اینو به وجود آوردن متاسفانه وارد در قرن 19 عصر استعمار خود شدن و با ریاکاری دموکراسی برای خود و استعمار و سرکوب برای دیگران رو با بیلان بسیار منفی در تاریخ دموکراسی به یادگار گذاشت. ولی اصل رو باید گرفت و درست گرفت. بنابراین برای تعریف دموکراسی ما اول مسئله تفکیک قوا رو لازم داریم که اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ناقض کامل این تفکیک قواست. اصل 110 قانون اساسی رو نگاه کنید در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه. چون آخوند خوب میشناسه، شریعت مداری از همون اول با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد و 3 روزی که تبریز از جمهوری اسلامی برید شعارشون این بود. من 2 تا شعارشو میگم و ترجمه میکنم. قانون اساسی ده اولان اصل yüzün ضد بشرdi اصلاح اگر olmasa باطل ده هدرد. اصل 10 قانون اساسی ضد بشره، اگر اصلاح نشه قانون اساسی باطل و هدره. اصل yüzün düzelmese جا به جا biz verarıq bu qanuna ra'y la. اگر اصل 110 قانون اساسی جا به جا درست نشه، کنار نره، ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم. و متاسفانه با همکاری گروه‌های چپ و راست و غیره سرکوب شد و شریعت مداری هم آدم کش نبود، عقب نشست، تسلیم شد. یعنی به هر حال بگذرم. بنابراین این اصل تفکیک قوا و به اصطلاح یک پایه دموکراسی. پایه دوم دموکراسی 2 اصل آزادی و برابریه. آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر و برابری انسانی شهروندان. برابری انسانی شهروندان یعنی رفع هر نوع تبعیض مزمن و قدیمی جنسیتی، مرد سالاری، تبعیض دینی و عقیدتی و تبعیض زبانی و فرهنگی و داخل گیوم نژادی، نمیدونم آریایی و سامی و غیره و ترک و که وجود خارجی نداره. انسان یک به اصطلاح بگم گونه بیشتر نیست، نژاد هم نیست. واژه نژاد به کار نمیره در بیولوژی برای انسان. بنابراین ما برای اینکه دموکراسی رو بفهمیم بایستی این اصول که پاشنه آشیل رژیم جمهوری اسلامیه مد نظرمون باشه. اصول تفکیک قوا و آزادی و برابری در معنای رفع هر نوع تبعیض و مبارزه با هر نوع تبعیض در جامعه. بر این 3 اصل 2 اصل در بعضی ممالک اضافه شد. یکی
اصل عدالت اجتماعی است که کمونیست‌ها اونو به افراطش کشوندن، یعنی اصل برابری رو اصل گرفتن و دموکراسی حذف شد عملا. دوم، اصل عدم تمرکز در یک کشور وسیع و متشکل از ملیت‌های مختلف. از تمرکز در چنین جامعه‌ای به دموکراسی نمیشه رسید و اصل اینه که ما هر ملیتی، قومی، به شرطی که فارسا هم همون تعریف رو داشته باشد، فرق نمیکنه، ملتی خودش رو اداره کنه، جمعاً در اداره مشترک کشور. این تشکل یک خصلت واقعا تاریخی داره. به راستی به نظر من میخواد جوابگوی مسئله‌ای باشه که برای 100 سال گذشته، بله برای 100 سال گذشته در ایران بهش پرداخته نشد، به جز یک بار، آن هم در زبان مشروطه، که عده‌ای گفتن که این اگر قرار است به پیش بره باید روبنای سیاسی انعکاسی از درک ماهیت و خصلت جامعه باشه. ولی متاسفانه ناسیونالیست های افراطی اون رو یعنی خفه کردن. یه در 100 سال گذشته شاید به این صورت باید مطرح بشه. اصولا باید گفت که چرا ایران کشوری با داشتن تمام امکانیات مادی و معنوی که از یک نیروی انسانی بسیار قوی برخورداره، چرا یکی از عقب مونده ترین کشورهای منطقه است، چرا از نظر سیاسی از همه کشورهای من دیدم در پاکستان بیش از 100 حزب سیاسی در پارلمان هست و کشورهای دیگه. ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چرا نتوانست و چرا از قافله جهانی به اصطلاح نرسید؟ به یک دلیل. میدونین چرا؟ برای اینکه به طور تصنعی به جای اینکه شرکت دادن همه ملیت ها و اقوام مللی که ساکن این کشور هستند، یک جزئی از این جامعه رو مسئول کردن. آن وقت آنها اومدن گفتن که تو زبانت رسمی است و دیگران زبانهاشون غیر رسمی است و فقط تویی که فرهنگ تو و تاریخ تو تدریس میشه و دیگران رو به حاشیه راندن. بنابراین پروژه ملت دولت ابتر ماند. چرا ابتر ماند؟ برای اینکه کامل نبود. برای اینکه شما دولت یکی ولی ملت میبایستی شامل باشه، ولی شاملیت داره. در 100 سال گذشته در تمام سیستم ها، حکومت های پهلوی اول، پهلوی دوم، حتی حکومت کوتاه جبهه ملی و حکومت جمهوری اسلامی هیچ وقت نتوانستن به این مسئله پی ببرن که چرا این کشور عقب مونده است. برای اینکه مشارکت سیاسی به بلوچ و کرد و عرب و بختیاری و فلان ندادن. اما حالا بعد از 100 سال این ملیت ها به دلیل اینترنت و انقلاب انفرماتیک به آگاهی سیاسی عجیب غریبی رسیدن و حقوق به خودشون رو مطالبه میکنن و در صف اول مبارزه هستن و مصاب کردن با رژیم. این هست که ما میخوایم به این مسئله جواب بدیم که ما میخوایم یک وفاق ملی ایجاد کنیم. وفاق ملی که تنها راه پیشرفت به جلو این کشور و فقط این وفاق ملی است. ولی وفاق ملی میبایستی همه اعضای در برگیرنده همه کشورها، همه ملیت‌ها و اقوام ایرانی رو در بر بگیره. بنابراین
چیزی که الان در اتفاق میفته سه چیز هست. یکی این ملیت ها با آگاهی سیاسی وارد مبارزه شدن. از طرف دیگه فکر میکنن نیروهای هویت تمامیت خواهی، اسمش هرچی، نیروهای تمام خواهی که این ملیت ها رو با حاشیه اندرستن دارن به این نتیجه میرسن که بدون اینها هیچ کار نمیتونن بکنن. مثبته. امروز به دلیل 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی جنبش های کارگری، دانشجویی، زنان در داخل رشد کرده. خب آن وقت یک حکومت جمهوری اسلامی نه فقط ملت های درون کشور خودش رو سرکوب کرده، بلکه امروز دشمن ملیت های کشورهای در عراق و سوریه و لبنان هم هست. بنابراین ایران نه فقط دشمن کشور و ملیت خودش هست، بلکه دشمن کشورهای منطقه است. مضافاً این که به علت ماجراجویی های اتمی و درست کردن نیروهای بلاستیکی تهاجمی در عرصه سیاسی دنیا هم ایزوله شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان بهترین فرصت برای آزادیخوان ایرانه. بهترین فرصت هست که یک جبهه وسیع ملی تشکیل داد برای سقوط جمهوری اسلامی و این رو که میگم سقوط، یعنی ببین این خودش میشه پلتفرم. در این مورد که ما هیچ اختلافی نداریم که این رژیم باید سرنگون بشه، پس در این حد با هم توافق کنیم و بعد برای ساختن جامعه شکوفا، آزاد، دموکرات، جمهوری فدرال ما هم تعیین نمی کنیم، مجلس مؤسسان تعیین میکنه. بنابراین در هر جبهه داخلی، اقلیمی و بین المللی شرایط به نفع ماست و میبایست نیروهای اپوزیسیون از این استفاده کنن، مخصوصا که امروز این توهم اصلاح طلبی، توهمی که این رژیم اصلاح پذیره خوشبختانه از بین رفته. آن وقت چی؟ آن وقت مردم ایران در مقابل چند چیز هستند. آیا میخواهیم این حکومت 40 سال دیگه هم، ببینین این حکومت جمهوری اسلامی در خلال حیاتش 3 نسل از ایرانیان رو از بین برد. واقعا چرا 40 سال هست منتظر چی هستیم؟ این یک راه. پس حفظ شرایط موجود، این رو هیچ کس نمیخواد. راه دوم چیزی که ما پیشنهاد میکنیم، اتفاق روی یک پلتفرم مشترک گذار از جمهوری اسلامی با استفاده شیوه های مبارزه‌ای که دیدیم در 10 سال گذشته در کشورهای عربی بدون توسل به خشونت بزرگترین دیکتاتورها را از بین بردن. در مصر بنده مارچ و اپریل این ماه امسال در قاهره بودم، خواستم ببینم چی شد، چگونه 10-15 هزار نفر این دیکتاتوری رو از بین بردن. آن وقت در جون 2009 3 میلیون آدم در تهران چرا نتونستن این رژیم از بین برن؟ آیا تحلیلی داریم که اصولا چرا جنبش سبز پیروز نشد؟ من ندیدم. چرا پیروز نشد؟ برای اینکه رهبرانشون اون سعه صدر رو نداشتن که برن بگن که این انقلاب تا همگانی نشه، تا سراسری نشه، پیروز نمیشه. در تهران موند در زیر سلطه رژیم. و شما تخیل بکنید اگر در حالی که اون جوانها در تهران تظاهرات میکردن، اگر در کردستان، در بلوچستان، در آذربایجان، در اهواز، در یاسوج، در ترکمن صحرا، اگر همه با هم بلند میشدن، شما فکر میکنین جمهوری اسلامی این
قدرت رو داره که سرکوب بکنه؟ خیر، حکومت جمهوری اسلامی از حکومت شوروی که قوی‌تر نیست سرنگون شد. بنابراین این شیوه های مبارزاتی رو ما میتونیم استفاده کنیم. چه شیوه های مبارزی؟ نافرمانی مدنی، عصیان مدنی، طغیان مدنی، همه این شیوه هایی است که امروز میتونه مورد استفاده قرار بگیره. از پیر و جوان همه میتونن در شرکت بکنن و دیکتاتوری رو از بین برده. بنابراین مضمون این کلام این هست که میبایستی نیروهای دموکرات، اونهایی که با ما نیستن، بگن که چرا نیستن، میخوان 40 سال دیگه صبر بکنن. امروز جامعه جهانی میخواد، خواستار سقوط جمهوری اسلامی هست، ولی چرا نمیکنن؟ به علت اینکه و رژیم جمهوری اسلامی بقایش نه به خاطر قوت رژیم هست، بلکه به دلیل ضعف ماست، ضعف اپوزیسیون ایرانی است. بنابراین در خاتمه 3 راه بیشتر جلوی ما نیست: 1 ادامه شرایط موجود، 2 چیزی که ما داریم میگیم امکانش هست و هست، راه سوم چیست؟ unknown، غیر معلوم. جامعه ایران همه میدونه امروز آبستن حوادثی است، انفجاری است. کسی که نمیدونه است این که انفجار از کجا شروع بشد و جرقه چه خواهد بود. اما در هر شرایط این جرقه از هر کجا شروع بشه، اگر جامعه انفجاری شد معلوم نیست که به کدوم طرف می رود. نه ما، نه جامعه جهانی، نه هیچ کس خواستان شرایطی هستیم که هیچ کس معلوم نیست چی بشه. بنابراین میمونه یا شرط اول، امیدواریم هیچ کس نخواد شرایط موجود حکومت جمهوری اسلامی 40 سال دیگه، و پس چیزی که ما مطرح میکنیم بهترین چیز برای خوشبختی مردمان، همه مردمان ایران هست. خیلی ممنون. با سپاس فراوان از جناب دکتر عبدیان گرامی و دکتر صدر عزیز که صحبتاشون تا الان انجام دادن، میشه گفت پس تامیت خواهی دولت‌های حاکم و حامیان درون کشور بانی اصلی عدم استقرار دموکراسی به معنی آزادی و برابری به تفسیر شماست و عدم پیشرفت و نبود تشکلات سیاسی، احزاب سیاسی در ایران امروز است و امیدواریم که به هر حال راه حلش برای استقرار این از طریق دموکراسی خواهان ایران به وجود بیاد. قبلا من خوشحال هستم که دوباره مجدداً با جمعی از این دوستان که تا به حال تو جلسات مختلف با هم بوده ایم و اتفاقاً تو جلسات گذشته هم به کرات ما در مورد ایران، آینده ایران، بخشن از منظر تنوعات ملی و اینکه جامعه ایران یک جامعه چند ملیتی هست، بیشتر این موضوع مورد بحث قرار دادیم. مشکل ما، حداقل اگه من به گذشته همچون جلساتی در اروپا و امریکا برگردم بهش اشاره بکنم، بیشتر این بوده تا اونجایی که مربوط به برداشت خود ما هست، شاید به علت اینکه ما در کردستان به صورت میدانی روزانه با جمهوری اسلامی روبرو هستیم، از چند لحاظ یه تجارب مشخص خودمون رو داریم و به تبعیت از همین تجارب راهکردهای خودمون را هم پیشنهاد میکنیم. راهکردهای عملی ما حقیقتاً به لحاظ اصولی در چهارچوب این توافقنامه‌ای که حالا اینجا داریم و اولین کنفرانسش رو اعلام میکنیم، میشه گفت همهشون اونجا دقیقاً اومدند. مشکل اصلی اینه که ما
بیشتر تو صورت مسئله گیر میکنیم، همه ما، حتی خود ما تو کردستان هم. وقتی که من میگم خود ما تو کردستان، از این لحاظ بهش اشاره میکنیم ما با مسائل عملی روزانه روبرو هستیم. موقعی که ما به صورت مسئله اشاره میکنیم اونجا بیشتر تحلیل هست، تفسیر هست، تحلیل از جمهوری اسلامی. و در این بخش قضیه ما احزاب کردی، احزاب ایرانی سعی میکنیم به تبعیت از سیاستایی که خودمون داریم به تحلیل جمهوری اسلامی بپردازیم. کمتر از این بخش قضیه گذر میکنیم به حل میرسیم، چون موقعی که ما وارد سناریوی حل‌های مختلف میشیم دیگه اونجاست ما مجبور هستیم بالفعل و عملاً وارد میدان بشیم و چطور خودمونو از اپوزیسیون بودن به شکل پراکنده تبدیل به آلترناتیو بکنیم. اپوزیسیون بودن هنر نیست، ما هممون اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم و خودمون اینو انتخاب نکرده ایم. جمهوری اسلامی اینو به ما تحمیل کرده که اپوزیسیون بشیم. آرزوی ما این بود که بعد از انقلاب ایران همه ما با هم به تبعیت از واقعیات جامعه ایران، یه جامعه چند ملیتی، همه ما بخشی از اداره ایران بودیم. منتها این فرصت برای ما درست نشد. بنابراین اپوزیسیون بودن ما بالاجبار به ما تحمیل شده. حالا وظیفه ما اینه که تو این سناریوی اپوزیسیون فقط به شکل عام خودش اونجا نمونیم، گیر نکنیم. خب اگه از مردم ایران بپرسن جمهوری اسلامی نه، طبیعتا منتظر هستن که بگن خب کدوم آلترناتیو هستن. ما تا به حال موفق نشده ایم یه آلترناتیو، یه ادرس دقیق برای مردم ایران علیه جمهوری اسلامی درست بکنیم. اما ما این آمادگی رو داریم از صرف اپوزیسیون بودن خارج بشیم و وارد درست کردن آلترناتیو بشیم، دیگه اونجا کار ما شروع میشه. من امیدوارم توافقاتی رو که اینجا ما به عنوان این جریان هایی که تو این شورای دموکراسی خواهان انجام میدیم به لحاظ عملی وارد این صحنه بشیم. اگه ما در شرایط بحرانی منطقه که جمهوری اسلامی اونجا حضور داره، اونجا بگیم که جمهوری اسلامی باید بره، باید بگیم اگه جمهوری اسلامی رفت کدوم ها هستن که تو تهران قدرت رو به دست میگیرن. تا در این رابطه ما نتونیم موفق بشیم این اعتماد درست نمیشه. تا اونجایی که به خود مردم ایران مربوط هست ما باید دنبال این بگردیم مخاطبین ما کدومون هستن. ما میخوایم این پیغام خودمون در داخل ایران به کدوم ها بدیم. آیا 80 میلیون جمعیت ایرانی مثل ما سیاست میکنن؟ تمام مردم ایران سیاسی هستن؟ همشون سیاستمدار هستن؟ مشکلات روزانه مردم ایران بهشون اجازه میده اینقدر فرصت دارن به تبعیت از ما که احزاب سیاسی هستیم؟ برای بعضی از احزاب سیاسی اصولا سیاسی تفنن و تخصص و حرفه شده دقیقاً مثل ما به تحلیل مسائل ایران بپردازن؟ نه. مخاطبین ما کدوم هستن؟ اگه به جوهر شورای دموکراسی خواهان ایران و چگونگی تعریف این دموکراسی خواهی بپردازیم، اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که مخاطبین ما ملل مختلف ایران هستند، یک کشور چند ملتی است. آیا اونجا ما می توانیم به تبعیت از این واقعیت ملت حاکم در ایران که زبان فارسی صحبت می کنند اونا هم بخشی از این پروژه بشن؟ تا زمانی که ما نتونیم به فارسای ایران اونا رو به این قناعت برسونیم ایرانی که ما میخواهیم همه با هم درستش بکنیم، تو این ایران همه ما با هم هستیم. در میان ملت فارس این برداشت وجود داره که اقلیت‌های ملی در ایران یا ملیت‌های مختلف در ایران که طرح‌های چند ملیتی رو پیش میکشن که ایران به صورت فدراتیو اداره بشه، ایران یک کشور چند ملیتی است، این یه جریان ضد فارسیش داره در ایران شکل میگیره. نه، به طور مطلق اینطور نبوده و نیست. حداقل تجربه کردستان ایران در دورانی که ما در کردستان ایران قدرت داشتیم، شورای ملی، شورای هیئت مرکزی احزاب کردستانی با دولت مرکزی در مذاکره بودند، روابط احزاب کردستانی با احزاب سیاسی ایرانی بسیار خوب و حسنه بود.
هیچ وقت ما دنبال این نبودیم که بگیم وحدت ما ملیت‌های مختلف در داخل ایران به شیوهی در مخالفت با ملت فارس بوده. این یکی از عناصر اصلی چگونگی تعامل ما با واقعیت‌های جامعه ایرانه. ما باید سعی بکنیم فارس‌های ایران رو داخل همچون پروژه‌ای بکنیم. نبایستی در یه جهتی پیش بریم که فارس‌های ایران احساس بکنن ما ملیت‌های مختلف یا به تبعیت از همون تعریف کلاسیک اقلیت‌های ایرانی دنبال این هستیم که در مقابل فارس‌های ایران گارد بگیریم. یکی از وظایف اصلیه ما کردها، بلوچ‌ها، آذری‌ها، لرها، بعد ترکمن‌ها، تمام تنوعات ایرانی، عرب‌ها اینه که این وحدت رو به این شکل ازش تعریف بکنیم، چون تا به حال برداشت اصلی این بوده. به نظر من اگه ما بتونیم رو این مسئله کار بکنیم، اگه بتونیم تنوعات جریان‌های غیر ملی، اقلیت‌های ملی و داخل همچون پروژه‌ای بکنیم، اون موقع مخاطبین ما در داخل ایران بیشتر و بیشتر میشن. اگه به بخش دیگری از مبارزه مسالمت آمیز من بهش اشاره بکنم، حداقل تو کردستان ایران ما در عرض چند سال گذشته یه تجاربی داریم. من به دو بخش از این تجارب اشاره میکنم. در جریان پروژه رفراندوم کردستان عراق، من قبلا اینو بگم، این پروژه ما به عنوان توافقنامه پیشنهادی برای ایجاد شورای دموکراسی خواهان ایران، باید بگیم این یه فرصت است برای ایران، یه فرصت است برای فارسای ایران، یه فرصت است برای تنوعات ایران. تهدید نیست. مشکل اصلی تو کشورهای خاورمیانه به طور مشخص ایران و عراق و ترکیه و سوریه اینه، هر وقت بخواهن مسئله کردستان رو تحلیلش بکنن، همیشه احساس میکنن مسئله کردستان تهدید است. موقعی که با چشم تهدید به این پروژه نگاه بکنن، دقیقاً گارد میگیرن، به عنوان فرصت بهش توجه نمیکنن. در کردستان عراق برای بازسازی دولت عراق که بر اساس توافق بود و اصولاً توافق مبنای درست کردن یه جامعه جدید تو یه جامعه چند ملیتی خواهد بود، کردها تضمین کننده همچون پروسه‌ای بودند. منتها در داخل عراق در رابطه با رفراندوم، متاسفانه من یه حزب سیاسی رو در بغداد ندیدم که اگه خودشون هم به دموکراسی و حقوق مردم و چارترهای بین المللی در رابطه با رفراندوم اینا معتقد بودن، از جریان رفراندوم کردستان عراق دفاع بکنن. علتش چیه؟ علتش اینه این تضاد در جامعه و این هویت‌های مختلف در رقابت با هم دیگر به شکل این جامعه و صیقل دادن که به این آسانی نمیشه قناعت رو درست کرد. بنابراین در اثر نبود قناعت این توافقی که توازن درست میکنه. حالا ما چطور میتونیم در ادامه این پروسه شورای دموکراسی خواهی در ایران این توافق رو تبدیل به امر واقع بکنیم؟ اگه توافق وجود نداشته باشه، نمیتونیم اون موقع از یه پروژه بزرگتر برای چگونگی آینده ایران صحبت بکنیم. در رابطه با این مبارزه مسالمت آمیز، مردم کرد در کردستان ایران در رابطه با رفراندوم کردستان ایران عراق ابراز پشتیبانی و همدردی کردند. کاملا طبیعی و منطقی بود. منتها جمهوری اسلامی اونا را سزا داد. سهمشون از جمهوری اسلامی زندان بود. ولی مردم ایران حق دارن و جمهوری اسلامی بهشون حق میده، سازمانشون میده در پشتیبانی از مسئله فلسطین یا در پشتیبانی از جریان سیاسی شیعه در هر کشور دیگر در تمام ایران تظاهرات بکنن. آیا میتونیم این موضوعات رو در داخل ایران مطرح بکنیم؟ اگه فردا مردم ایران در پشتیبانی از یه جریان ملی عرب، بلوچ، آذری، ترکمن یا هر چه بگیم در خارج از ایران اظهار پشتیبانی کردن، چطور بهشون برخورد میشه؟ مسئله دوم دوباره در رابطه با همین مبارزه مسالمت آمیز و چطور جمهوری اسلامی بهش برخورد میکنه. بعد یه اشاره هم به این سیاست‌های جمهوری اسلامی در این رابطه میکنم. در رابطه با زلزله استان کرمانشاه، همتون متوجه هستید که چطور بوده. این منطقه که بسیار محروم هست، اگه خود مردم کردستان ایران با سازماندهی خودشون که در عرض چند سال گذشته در مبارزهشون علیه جمهوری اسلامی خودشونو سازمان داده اند، تجربه درست کردن مؤسسات کردی رو دارند، واقعا
از زلزله زدگان استان کرمانشاه پشتیبانی نمی‌کردن، اینو بهتون بگم عوارض و عواقب بعد از زلزله از خود زلزله بدتر بود برای مردم این منطقه. حالا اونجا دوباره جمهوری اسلامی مانعشون هست. میخوام بگم که این جنبش‌های مدنی، این مبارزه مسالمت آمیز و درست کردن مؤسسات و عادت گرفتن به درست کردن مؤسسات در جامعه ایران بهترین شکل مبارزه با جمهوری اسلامی است. چیزی که جمهوری اسلامی خیلی ازش میترسه. جمهوری اسلامی خودش با جنگ و انقلاب و خشونت و اعدام درست شده و دقیقاً همیشه از همین سناریوها استقبال میکنه که اونجا با اقدامات نظامی برخورد بکنه به این مسائل. حالا این شورای دموکراسی خواهان چطور این مبارزه مسالمت آمیز رو در داخل ایران به یک شکلی سازمان میده که مخاطبینش در داخل ایران احساس بکنن این شورا یه پروژه‌ای هست. اگه در آینده اونا به جمهوری اسلامی بگن نه، حالا میتونن به این بگن با. در بعد بین المللی ما میتونیم موفق باشیم که بگیم ایران جمهوری اسلامی نه، چطور این میتونه تبدیل به آلترناتیوی بشه؟ دیگه اینجا ما باید از تحلیل و تفسیر و آنالیز جمهوری اسلامی خارج بشیم، وارد حل مسئله بشیم. اون موقع کار ما کار راهکار هست. دقیقاً بگیم که ما میخواهیم تبدیل به این ادرسی بشیم که مردم ایران در ادامه مبارزات خودشون و کشورهای منطقه اگر نگران ایران هستن که منطقه اون ناامن میکنه، اگه جامعه بین المللی به ایران اعتماد نداره، بالاخره یه چیزی داره درست میشه و میتونه این ادرس بشه. تجربه افغانستان این بود، تا ادرس درست نشد در مقابل حکومت افغانستان معلوم نبود که اگه حکومت اون وقت افغانستان میرفت کدوما جاشون میگرفتن. در رابطه با عراق هم دقیقاً همین تجربه بود. در رابطه با ایران هم اگر ما با این روح درست کردن ادرس و الटरनेटिव بدیل سازی نتونیم حرکت بکنیم، حقیقتا دوباره ما همون تعریفی رو به خودمون نسبت میدیم که ما هم اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم. اپوزیسیون بودن هنر نیست. هنر اینه که ما چطور بتونیم خودمون تبدیل به این ادرس و به این بدیل بکنیم. به هر حال دوباره من از همتون متشکرم و آرزومندم که شورای دموکراسی خواهان ایران بتونن بنابراین اپوزیسیون بودن هنر نیست، بلکه آمادگی داشتن و تبدیل به آلترناتیو عموم شدن هنر است و امیدواریم که شورای دموکراسی خواهان ایران اون به زودی تبدیل به اون آلترناتیو بشه. به یک نتیجه مثبتی رسیدیم و این به نظر من یک نشان میده که به هر حال اون چیزی که به اپوزیسیون در ایران میگوییم به یک بلوغت و یا به یک مچوریتی و یک به حدی از درک رسیده که ایران رو به اون شکلی که هست باید بفهمه و به اون شکلی که هست باید بدونه. چون ایران همیشه یک کشور پیچیده بوده. اگر ایران رو با کشورهای همسایه مقایسه بکنیم باید همیشه با کشوری مثل هند مقایسه کرد، چون یک کشور از قدیم هم کشور چند ملیتی چند فرهنگه و از لحاظ جغرافیایی هم متفاوت بوده. مسلماً مردمی که در بلوچستان زندگی میکنن با مردمی که در آذربایجان زندگی میکنن خیلی با هم دیگه فرق دارن و کسایی که هم اگه به شاهنامه آشنایی دارن میدونن که هفتخان رستم و سیستان تا مازندران بود، دورتر از اونجا نبود. نشون میده که به هر حال رسیدن به یک مکانی در ایران یک مشکلات اساسی داره. به همین دلیل هم ما هم فکر میکنم حدود 7 سال باز طول کشید از قبل این موضوع شده و از این دوستانی که به هر حال در این پروسه این موضوع رو کنار نگذاشتن و جلو رفتن، با همدیگه همکاری کردن، از دوستان متفاوتی بودن، از آقای عباس خرسندی، رحیم بندوی، دوستان دیگری اومدن رفتن و همینطور دوستمون خالد و یاسین اهوازی هم اینجا هستن و همینطور از دوستان حزب دموکرات کردستان ایران هم از دوستانی اومدن و رفتن و هم از کموله که همیشه در این بخشای که در رابطه با اتحاد بودن و با نماینده‌های مختلف، چون به هر حال احزاب سیاسی ما در این مدت همه با هم دیگه وظایف عوض می‌شدن. از ناهید عزیز اینجا هستن و بقیه دوستانی که در حزب کموله هم بودن، به نظر من همه اینها هفته یک دفعه تقریبا نشست داشتن، نشست‌های چند ساعته و اینو به سرانجام رساندن و این به نظر من یک فرصت خیلی خوبیه که ما به هر حال نشون دادیم که میتونیم با همدیگه کار بکنیم و با همدیگه یک اتحادی درست بکنیم، اتحادی که راهنمای مردم ما برای یک تغییری باشه.
و این موضوع رو هم باید به این شکل ببینیم که به نظر من باید اونایی که با هم دیگه متحد شدن باید احترام گذاشت، نه اونایی که نخواستن متحد شدن. چون در هر جامعه‌ای که همونطور که دوستمون آقای عبدیان اشاره کردن، در مصر یک جمعیت شاید چند ده هزار نفری یا 100,000 نفری تونستن یک دیکتاتوری رو از بین ببرن و خود مردم ایران هم یک تجربه دارن در تجربه‌ای که رژیم پهلوی رو سرنگون کرد و یک رژیمی اومد که نمیدونستن چی کار بکنن. هر دو تجربه رو اگه استفاده بکنیم به این شکلی که تنها تغییر رژیم هم مهم نیست، مهم اینه که جانشینش به چه شکلی باشه. و این شورای دموکراسی خواهان به نظر من در این جهت میخواد حرکت بکنه و اون آدرسی باشه که بتونه به مردم ایران رو مطمئن بکنه که این دفعه ایران از یک قشری در ایران نمیخواد حکومت بکنه. در ایران دیگه به اون شکل نیست که یک خانواده بیاد حکومت بکنه و یک طایفه بیاد حکومت بکنه، بلکه این دفعه همه مردم ایران بر اساس حاکمیت مردم و بر اساس اون پرنسیپی که ما میخوایم بگیم که هیچ کسی نمیتونه بگه که من حاکمیت هستم، چه به شکل پادشاه یا چه به شکل آخوند یا به شکل ولایت فقیه. چون همه میدونیم یک پادشاه میتونه در آخرش پیر بشه، بگه بمیره یا دیوانه بشه، و همینطور هم میدونیم یک آخوندی هم مثل خامنه‌ای که امروز میدونیم با جامعه ایران چیکار میکنه یا خامنه‌ای میخواد چیکار کنه. تنها چیزی که پیر نمیشه مردمن، چون مردم همیشه جوان میشن و اونا هستن که باید حاکمیت کامل داشته باشن. و به نظر من این موضوعی که ما امروز جمع شدیم برای حاکمیت همین مردمی که در ایران زندگی میکنن تا بتونن با همدیگه به شکل همزیستی مسالمت آمیز بر اساس احترام به همدیگه، احترام به زبان فرهنگ همدیگه و احترام به تاریخ همدیگه، چون ایران با این حال که یک کشور مشترکی هستش ولی به هر حال در اونجا تاریخ‌های متفاوتی هستش، در اونجا فرهنگ‌های متفاوتی به وجود اومدن که اینا باید با همدیگه همزیستی مسالمت آمیز به وجود بیارن. و امروز ما به نظر من به عنوان گروه‌های اپوزیسیون ایرانی وظیفه بزرگ دیگری هم داریم و اون این هستش که ایران یک کشوری شده که هم برای خودش و هم برای منطقه هرج و مرج ایجاد کرده و در این شرایط ما منافع مشترک با کشورهای منطقه و جامعه جهانی داریم و در واقع وظیفه هم داریم، چون نمیشه بر اساس اون شعاری که دولت ایران مردم رو قانع کرده که اگه من نباشم در ایران حتما جنگ میشه، این رژیم باشه در تمامی منطقه‌ای که خاورمیانه هستش و یا آسیای مرکزی هستش و آسیای جنوب شرقی هستش که به اصطلاح بخشن پاکستان هند باشن هم درگیری به وجود میاد و کم کم این درگیری‌ها به داخل ایران هم میاد و بیشتر میشه. البته مردم ما بلوچستان و کردستان یا اهواز مسلماً همین اکنون هم درگیر هستن، اونجا هم اکنون هم جنگ است، اگرچه جنگ اونجا و کشتار اونجا کمتر به اصطلاح بیرون میاد، ولی به هر حال ما در شرایطی حال قرار گرفتیم که بتونیم این موضوع رو حل بکنیم و مردم رو به یک طرف صلح و یک طرفی به شکلی ببریم جلو که هم جامعه ایران با خودش در صلح باشه و هم با منطقه و هم با جهان و اونجا هستش که ایران به یک جامعه مرفه و با رفاه اجتماعی با توجه به امکانات انسانی و امکانات طبیعی و مادی که داره به جلو بره. و من از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون لطفاً. با سپاس و به امید همبستگی مهمانان ارجمند، نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، حضار گرامی، به نخستین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران خوش آمدید. مهمانان گرامی، حضور شما در این کنفرانس